سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم بهترینا براتون اتفاق بیفته. آخر هفته درجه یکی داشته باشیم. بعد 2 سال دوباره پنجشنبه با سینا برگشته. این بار برنامه‌مون این شکلیه که معرفی فیلم و سریال رو به صورت کوتاه‌تر استوری اینستاگرام پیگیری می‌کنیم و در ادامه اگه کسی ویدیو کاملش رو خواست میره کانال یوتیوب ما رو دنبال میکنه و ویدیو رو تماشا میکنه. اما این هفته قرار شده که یک فیلم با ژانر آخرزمانی بهتون معرفی کنم که در کنارش سریال هم با همین ژانر هم بهتون معرفی میشه. سریال سی و فیلم دنیا تلماسه. در دنیایی تاریک و بیرحم، جایی که انسان‌ها برای بقا می‌جنگن، داستانایی از شجاعت، خیانت و قدرت روایت میشن. امروز با هم می‌خوایم به جهان‌های جذاب سریال سی و فیلم دون سفر کنیم. 2 تا اثر منحصر به فرد که چالش‌های انسان با مواجهه با ناملایمت‌ها و قدرت طلبی به تصویر می‌کشه. سریال سی ما رو به دنیای پس از آخر زمان میبره، جایی که بینایی به یه افسانه دور تبدیل شده و انسان‌ها یاد گرفتن بدون دیدن زندگی کنن. در این دنیای تاریک بابا واس رهبر قبیله آلکنیه. یه جمله معروف داره، میگه قدرت واقعی تو این دنیای ما زمانیه که بتونیم بدون ترس از دست دادن چیزی به مبارزمون ادامه بدیم. بابا واس باید خانواده‌اش از دست دشمنای قوی و بیرحم از جمله برادرش نجات بده. برادری که معتقده خونت مهمتر از همه چیه، حتی حقیقت. توی این دنیای تاریک و بیرحم یه ملکه کینیه که قدرت رو در دست داره و باور داره تو دنیایی که همه کورن تنها کسی که میتونه ببینه خداست. این جمله به قشنگی داره نشون میده که چگونه بینایی که کمیابترین نعمت الان تو این جمعیت میتونه ابزار کنترل و قدرت باشه. اما آیا بابا واس میتونه خانواده‌اش از این دنیای تاریک و پیچیده نجات بده؟ شما رو دعوت میکنم سریال سی رو حتما ببینید. خب فیلم بازا بیایم بریم وارد دنیای شگفت‌انگیز و پر رمز و راز دون بشیم، جایی که خیانت و سرنوشت توی سیاره به نام آراکیس تنها منبع ملانژ ماده با ارزش کمیاب در هم تنیده شده. توی این جهان لیتو آتریدیس رهبر خاندان آتریدیس ها یه جمله خیلی قشنگ داره، میگه دشمنتو بشناس اما مهمتر از اون باید خودتو بشناسی. اون باید خانواده و قلمروشو در برابر دشمنان قدرتمند حفظ کنه. داستان این فیلم محدود به جنگ و سیاست نیست. پول آتریدیس پسر لیتو با چالش‌های درونی ترسای خودش دست و پنجه نرم می‌کنه. جمله معروف داره، میگه ترس کشنده ترین دشمن انسان است. تنها چیزی که ما رو میکشه ترسه. در دنیای دون هر تصمیم عواقب بزرگی به همراه داره. یکی از وفادارترین افراد خاندان آتریدیس هشدار میده، زمانی که شمشیر رو برداشتی دیگه راه بازگشتی وجود نداره. این جمله داره نشون میده تو این دنیای پر از خشونت و خیانت یه سری تصمیم‌ها هستش که وقتی اونو اتخاذ کنی دیگه نمیتونی ازش برگردی. فیلم سینمایی دون که فعلا 2 پارتش اومده و سریال سی که 3 فصلش تموم شده، هر کدومشون به صورت منحصر به فرد داستان‌های از انسان‌های دارن روایت میکنن که برای بقا و قدرت و آزادیشون مبارزه میکنن. این فیلم و سریال پر از چالش، پر از دیالوگ و پر از اتفاق قشنگ و غیر قابل پیش بینیه و شخصا بی‌صبرانه منتظر پارت 3 و پارت نهایی فیلم دون هستم ببینم آخرش چی میشه. خب اینم هفته اول پنجشنبه با سینا، قسمت اول از فصل اول سری جدیدش. امیدوارم که راضی بوده باشین، این سبک معرفی دوست داشته باشین. حتما کانال سینما نویشاد رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که هر موقع ویدیو جدید اومده یادآوری کنه. لایک یادتونه، نظرتون هم برام کامنت کنین. یادتون نره کانال منو به دوستاتون معرفی کنین. شب خوش.